تا حالا فکر می‌کردید زعفرون فقط مال خراسانه؟ پس وقتشه با اذان استان اصفهان آشنا بشید. روستایی در شهرستان میمه و وزبان که یکی از خاستگاه‌های زعفران ایرانه. بیش از 60 سال در اذان زعفران کشت میشه و طبق آزمایش‌ها مرغوب‌ترین زعفران ایران از همین خاک برداشت میشه. اولین برند زعفران استان اصفهان با نام کهرود هم اینجا ثبت شده. نماد روستا کوه کهروده. کوهی با قدمت 61 میلیون سال پر از نشانه‌های تاریخی مثل فروهر هخامنشی، نمادهای سنگی و قنات‌های کهن. مردم از آن به زبان راجی پهلوی صحبت می‌کنن و زندگیشون به کشاورزی و دامپروری گره خورده. از زعفران و گل محمدی و گلاب تا بادام، گردو، انگور، زرشک و پسته. آبان ماه هر سال از آن میزبان جشنواره زعفرانه. شب اول اسفند مراسم کهن سپندار مزگان برگزار میشه. آیینی ثبت شده که جوانها با لباس محلی خبر رسیدن اسفند رو با شعرهای بومی به خونه ها میبرن. از آن رودخانه‌های فصلی، لباس محلی اصیل و امامزاده سیدت‌الصالح خاتون خواهر امام رضا رو در دل خودش داره. از آن فقط یک روستا نیست، جاییه که زعفران، تاریخ و آیین کنار هم زندن. اگر دوست داری روایت‌های کمتر شنیده شده اصفهان رو ببینی، این صفحه رو دنبال کن.